شریف و رویلا ساکن دهه نکنوت جماعت رودکی روز 24 اپریل سال 2023 در بیمارستان شهر پنجکند از عالم چشم پوشید و به گفته نزدیکان به پیش دو فرزند 9 روز پیشتر غر مرگ شده اش رفت. شریف و رویلا امروی دختر 13 سالش روز 15 اپریل در حالت وزنین در شعبه رانیماسیا بستری شده بود، ولی طبیبان نتوانستند این مادر را از چنگ مرگ نجودیند. حالت دختر او همان و وزنین ارزیابی می شود. ساکنان نکنوت می گویند که شریف و رویلا تا دم مرگ از وفات دو جگربندش خبر نداشت و شاید در دلش این امید که آنها زندند از دور دنیا رفت. فوجه در خانواده ساکن نکنوت روز 15 اپریل در روز تجلیل زادروز یکی از فرزندان رخ داد. اهل خانواده از استعمال خورش یا سلات کنسرو شده زهرآلود شدند و در نتیجه دو فرزند 12 و 9 ساله این اویلا همون روز جان باختند و مادر و همراه دختر 13 سالش از نکنوت به بیمارستان شهر پنجکند بردند. وزارت تندرستی گفت اهل این خانواده بعد خوردن کنسرو پمیدور که با سرکه آماده شده بود زهرآلود شدند، یعنی گرفتار بوتولیسم شدند. این یگانه حادثه مرگ شهروندان از استعمال خورش‌های در شرایط خانه تیار شده نیست. 11 نوامبر سال 2022 در ناحیه جبو رسولوف از استعمال چنین کنسرو خودساخت عبارت از پمیدور و بایم جام و بلغاری 81 خانواده کریموف زهرآلود شده. 2 نفر آنها روز 23 نوامبر در بیمارستان فوت دیدند.